یک ماهیگیری بود که این هر روز صبح میرفت با دیگران ماهی میگرفت، بقیه همه ماهی میگرفتن، ماهی نمیگرفت. گفتم تو چیکار میکنی بیچاره که هیچ ماهی نمیگیری؟ گفت برای که من قلابم یه قلاب مخصوصیه. نگاه کردم قلابش کج نیست، راسته. گفتم خب این که ماهی نمیگیره با این قلاب، معلومه که این قلاب راست باید سرش کج باشه. قلاب من یه ماهی مخصوصی میخوام بگیرم که با این قلاب میشه گرفت. بالاخره خبرش رسید و گفتن یه ابلهی پیدا شده، یه دیوانه‌ای پیدا شده با قلاب راست میخواد ماهی بگیره. خبر رسید بالاخره به وزیر و وکیل و پادشاه زمان علاقمند شد. خب اینو صداش کنیم بیاد من بپرسم ببینم چیه، بالاخره چیکار میخواد بکنه. قاصد پادشاه پیش این خب والا ببخشید من خیلی فعلا گرفتارم، میخوام این ماهی بگیرم و وقت ندارم. عجب این چه آدمیه که به سلطان وقت نمیده که بیاد حضرت پادشاه دعوتش کرده به قصر که ازش سوال بکنه. نه که خود پادشاه بلند شد شبانه اومد خونه این. تو بابا همه رو کشتی، تو چی میخوای بگیری؟ گفت من تو رو میخواستم صید کنم، من میخواستم تو رو بکنم. میگه با قلاب راست دادن پادشاه میگیره، با قلاب کج دو تا ماهی میگیره. مردم که قلابشون کج خیال میکنن چیزی میگیرن، چیزی نمیگیرن. آدم قلابش که راست شد پادشاهان عالم رو صید میکنه.